با یک تیر قتل عام مردم. قاتلای اصلی شما هستید. در اصل شما باید از بین برید. حال دیگه زندگی شما در همینجا خلاص شد. چی شده؟ موشای کوهی ترسیدن چطور؟ ای چیز؟ تیاره های جیت از باران گوره سر ما چپا میکنه. چرا مازی کار خبر نشدیم؟ چرا اونا با ما خبر ندادن؟ از اینجا برایم. حال از ایلان بیا که بریم. باید یک کاری کنیم قماندان صاحب. کجاستی خواهر جان؟ کم استوار باش. دکتر ده دستت خط سرخ نکشه. استاد شو. حالا عجله کنین، زود باشین. باید از اینجا برایم. زود کنین. باید این مهمات انتقال بدیم، عجله کنین. حالا زود شوین. او سلاح ها رو شما یه جای بردن نمیتونین به شرف ها. حالا عجله کنین، باید این سلاح ها رو انتقال بدیم. حالا موتر مهمات از جه دور ببرین. عجله کو. حالا زود باش. حالا بیادر یک دختر خورده ایجا ندیدی؟ تو دیوانه هستی چه تو؟ برو از اینجا. ما دا چی غم ماندیم بیادر. تو پرسان دختره داری. زود باش دگاله برو. مرا از اینجا بیرون کنید. بیدارشی نریمان لطفاً بیدارشی نریمان. حالا تو را اجاره ها نمی کنم. عجله کنین. مرا تعقیب کنین. حالا عجله کنین، زود باشین. بگی 1 2 3 حالا زود کن. بلندش کن. زود از پشت ما بیاین. عجله کنین دیگه. پیدایت میکنم نریمان. میگیرمت. متوجه امنیت رئیس باشین. حمله کنین. اونا ما رو میکشن. استاد نشوین. فوراً پیش رئیس برین. استاد نشو زیلا. عجله کو. خواهرت نجات بده. عجله کو. چی میگی خواهر؟ چی باران قماندان؟ یاسمین در کمپ است. برو بیرون بیارش. تو چی گفت میری؟ یاسمین در قریه است.
تو چرا با من دروغ میگی ها؟ دروغ نمیگم زیلال، نمیفهمی. یاسمین به خاطر تو از خانه برآمده بود. بعدن رئیس و افرادش رو پیدا کردن زیلال. یاسمین اینجاست. برو پیداش کن. او را از مغاره بیرون بساز. طیاره ها توقف نمیکنن. حالا برو دیگه. یاسمین خواهرم. چی شدی آگی؟ آماده باشین کمی پسانتر از اینجا مبراهیم. فهمیدین؟ عمر ایچی تو خود شد ها؟ زنده بیرون میشیم یا که مرده ما رو میکشن؟ دانتا بسته کن لازغلو گپای به جان ازن چوب باش. عمر اگه بمیریم در جنگ بمیریم در اینجا مثل ماهی که در جال ماهی گیر بند مانده باشه نموریم دیگه. توبه خدایا. یاسمین خواهرم در کمپ هست. شما او را ندیدین؟ ولی از خدا گپ بزنین یک چیزی بگوین خیره. نه زیلان خواهر ما ایجا هیچ کسام ندیدیم. در داخل مغاره تن و اسکراست. نوبت ماست قماندان صاحب. میبینی هیچ کسی نمانده. زیاد وقت نداریم جلیل. از اینجا باید برایم. ایره بگی. چرا جواب نمیدین احمقا؟ کار شدین. سر طیاره ها فایر کنین. حالا دور شوین. فهمیده شد رئیس. یوز 15 صدای من میشنوی. هدف یک فعال است. تکرار میکنم هدف یک فعال است. فهمیده شد یوزف. حرکت میکنه. مهمات انتقال میدادیم ماما. میبینی که اونها موتر از بین بردن. تو خب میفهمی کاری نشان زن است. وقتی که روشن شد 20 ثانیه وقت داریم قماندان صاحب. حالا نه. یه انفجار از اینجا ما را بیرون میسازن. وقتی که کار ما خلاص شد. بریم. چی بود؟
چی شده؟ کی هستین؟ یوزف صدای ما میشنوی؟ هدف دومی مهار شد. تکرار میکنم هدف دومی مهار شد. تابوت گرفتیم. درست است یوز 15. یوز یک منتظر است. درست است. تابوت که آماده شد به قبرستان میریم. استاشو کجا میری؟ اوجا دیپوی مهمات است. بدون اجازه کسی داخل رفتن نمیتونه. گفتم استاشو. ما خواهرم میپالم. شاید اینجا آمده باشه. فرار کرده اینجا پنهان شده باشه. گفتم داخل شدن نمیتونی. برو جای دیگه خواهرت بپال. خواهرم با امر رئیس در کمپ است. اگر داخل رفته باشه بفهمی که از بین میبرید. زیلان داخل رفته میتونی. اگه خواهرت داخل بود فوراً بیرون بکشش. با کسی چیزی نگوی که اینجا داخل شدی ها. درست است نمیگم. لطفاً صدایت بکش یاسمین. دیوانه میشم. خدایا کمکم که خواهر ما پیدا کنم. انشالله خواهر ما پیدا میکنم. به هر قیمتی که شوا پیداش میکنم. تو خوب هستی جلیل؟ تا فعلا خوب هستم. نفس میکشم قماندان صاحب. باز هم شعرم. خداوند تو را به ما زنده داشته باشه. یوزف تابوت آماده است. حرکت میکنیم. گرفته شد یوز 15. متوجه باشین. زیاد احتیاط کنین. یوزفت ما آماده هستیم. وضعیت تابوت چطور است؟ تابوت آماده است یوز یک. آماده است. کمی پسانتر میرسه. فهمیده شد یوزفت. منتظر اشاریم باش. فایت نکنی. تنها محافظت کن. گرفته شد یوز یک. فهمیدم. ساحر دیده نمیتونم یوز یک. استو شوین. فکرتون باشه که حرکت نکنین. اگه فایر میکنم. کجا فرار میکردین ها؟ ایجاره شما چی فکر کردین احمقا؟ حالا دیگه شاهین کور شدی ها؟
یا حماقه بکش. دودمانه دیده اومیش جلیل چی کدام ایتونه؟ یعنی چی قماندان صاحب؟ به خاطر یک دود باید بماریم؟ او لیلاست. با خدا آموز. او دختر خوشم آمد. خوب هستین؟ زنده باشی. کار خوبی کردی. خب معلوم نمیشی لیلا گریه کردی؟ یاسمینی جست قماندان صاحب. مطمئن هستی لیلا؟ چطور امکان داره؟ باز هم فرار کرده. تا اینجا پشتم آمده. بعدا براتان میگم حال گم از هیچ جای پیداش نتانستم. آرام باش لیلا. اگه به اینجا آمده باشه به یک شکل پیداش میکنه. شاید یک جای امن برده باشنش. تو باید قوی باشی لیلا. بیبی خواهر ما میجاست. زهرا. لیلا تو را دیدی؟ وضعیتش چطور است؟ به حال است اما وضعیتش خوب است. خوب میشه انشالله. هم یاسمینا هم زهرا را گرفته از اینجا میریم لیلا. کافی است که او احمقا را از بین ببریم. ما را خود کمک میکنی نه لیلا؟ چه قسم کمک خواد کردم؟ دیپوی مهمات دیدی نه؟ ها دیدیم. در موتر مهمات یک مقدار مواد انفجاری جاسازی کردیم. وقتی که اشاره کردم فوراً او را آتش میزنی. به خاطر دور شدن از اوجه 20 ثانیه وقت داری. فهمیدم. چه قسم یک اشاره برم میدی؟ وقتی ایره تکان دادم یعنی آتش بزن. وقتی که آتش زدی هر چی زودتر از اوجه دور شده به ما اشاره میدی. او خو زیلانه است. او اینجا چی بکنه؟ لیلا من نامه خواندم. قماندان سردار به خاطر که گپا رو پیش روید گفتن نتانستم برات نامه نوشتم. برام پیشنهاد عروسی دادی اما جوابت داده نتانستم. اگر دلم براتان بله هم بگویه وضعیت نخیر میگفت. من به تقدیر باور دارم قماندان سردار. اگر چیزی به دل خود ما جریان نداشته باشه باید به تقدیر راضی شویم. بعضی اوقات تقدیر بالای انسان بار اضافه میشه. باید از او فرار نکرده در مقابلش ایستادگی کنیم. از حالت ما آگاه هستین. ما یاسمینه در ولسوالی پیش خالی مانده پیش تروریستا میرم. خوب است دیگه. وضعیتم میفهمی قماندان صاحب. ای درست نیست لیلا. سایه درخت کج راست نمی باشه. جای تو بین اونا نیست لیلا. لیلا اساکر ما در کجا هستن تو میفهمی؟ دو طرف کو هستن. او جاسوس است. تو برو دیگرها را بیا جلیل. با چشم قماندان صاحب. میکشمت زن خائن. این از کار چی شد؟ زیلان تو چی میخوای جنگجو؟ دیدم همراه اسکر گپ میزدی. تو یک جاسوس هستی زیلان.